آیا سیلاب ناگهانی و لغزش زمین قابل پیش‌بینی است؟ در یک کلام بله. اما با استفاده از تکنولوژی ما می توانیم که جلوی این گونه خطرات را بگیریم. مهمترین ابزار استفاده از تصاویر و گزارش‌های ماهواره‌ای علمی است. ناسا و سازمان‌های بین‌المللی از مأموریت جهانی اندازه‌گیری بارش یا GPM استفاده می‌کنند. این نوع ماهواره‌ها به طور تقریبی هر چند ساعت یک بار مقدار بارندگی را در سراسر نقاط زمین محاسبه می‌کنند، حتی در جاهایی که هیچ ایستگاه هواشناسی وجود ندارد. این نوع داده‌ها امکاناتی را از قبیل اینکه بارندگی در کجا اتفاق افتاده، شدت بارندگی چقدر بوده، بارندگی چه مدت ادامه داشته و آیا اینکه اشباع شدن خاک امکان آن وجود دارد یا خیر را برای پژوهشگران فراهم. ناسا پیش از وقوع حادثه نورستان بارندگی شدیدی را در این منطقه پیش بینی کرده بود. روز پیش از وقوع فاجعه مقدار بارندگی در مرکز نورستان از 50 الی 75 میلیمتر بوده است و به دلیل بارش‌های موسومی احتمال افزایش آن پیش بینی می‌شد. روز بعد بارش 2 برابر شد و به بیش از 150 میلیمتر رسید و باعث وقوع این فاجعه شد. در افغانستان ولایت‌هایی مثل بدخشان، کنر، پنجشیر، نورستان، بامیان، غور، دایکنڈی و قسمت‌هایی از سخار و سمنگان به دلیل کوهستانی بودن و شیب‌های بسیار تند و بارندگی‌های شدید از جمله مناطقی به حساب می‌آیند که در برابر لغزش زمین و سیلاب‌ها آسیب‌پذیر هستند.